سلام علیکم. خداوند انسان را، آدم را اشرف مخلوقات قرار داد، یعنی او را بر تمام مخلوقات که تا پیش از حضرت آدم علیه السلام به این دنیا آمده بودند برتری داد. این برتری هم از نظر جسم و جان و چهره و درون و بیرون بود. حضرت آدم که در بهشت میگشت تنها ماند و خداوند بر او زیباتر از خودش مادرمان ماما حوا را هدیه داد که او را تراخوش کند و همراه او در بهشت بگردند. نکته اینجاست که خداوند زیباتر از حضرت آدم ماما حوا را خلق کرد. زیبایی او و زیبایی تمام زنها بی حساب است. این زیبایی مانند گنج است. وقتی که از گنج صحبت می کنیم یعنی محافظت از او نیز برگردن ماست. محافظت از گنج برگردن صاحب گنج است. وقتی که از محافظت صحبت می شود، محافظت از زیبایی زن حساب می شود، مسئله عفت و پاکدامنی به میان می آید. خداوند در قرآن کریم و در تمام کتاب‌های پیش از قرآن از حجاب سخن گفته است. از این سلاح زن برای محافظت از عفت و پاکدامنی و زیبایی. و این به این معناست که اگر تو ای زن خود را بپوشانی، زیبایی و زینت خود را بپوشانی، خداوند تو را از گزند تمام مردان بیگانه، از غرض و نگاه بد تمام مردان بیگانه در امان می دارد و تو به پاک دامنی و عفت شناخته می شوی. خب اگر شکر این نعمت زیبایی را بدانی، همانطور که خداوند بر تو دستور و فرمان و پیشنهاد کرده است در قرآن کریم، شکر آن را گزاریده ای و اگر شکرانه کنی، خداوند در این دنیا و آن دنیا تو را مقام و مرتبه خواهد داد و در زندگی این دنیا و آن دنیا موفق و خوشبخت خواهی شد. خدایا باشد که ما از شکرگزاران تو باشیم و خواهران و مادران ما در زیر سایه عفت و حجاب و پاکدامنی و ستر قرار بگیرند. بر آنها عفت و پاکدامنی عطا بفرما. آمین. سلام.